سوره معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این را بخوانید انشاءالله از شر تمام ساحرها و جادوگرها در امان میمانید. و در خود این آیات هم اگر شما دقت کنید میفهمید که چیست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. در این سوره شما پناه میبریم به خداوند از شر وسوسه ها و از شر وسوسه کننده ها، از او چیزی که باعث ناراحتی شما میشود و از او انس و جنی که سبب ناراحتی شما میشود، سبب تشویش روح و روان شما میشود. شما به خدا پناه میبرید. و در سوره فلق ببینید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. شما در سوره فلق ببینید از شر شب تاریک، چون در شب تاریک خب در زمانی امکانات امروزی نبوده، هزارها خزنده و گزنده و به اصطلاح پرنده بوده، مردم در به اصطلاح خانه‌های بی سر و بر زندگی میکردن. در از شر شب تاریک به خدا پناه میبرید که در تاریکی هیچ کسی برای شما ضرر نرسانه. از شر نفاسات فی العقد، جادوگرایی که در گره ها میدمن و چوف و کف میکنن. هیچ روزی نیست که برای ما سوال نیاید. و به خصوص از دست خواهران شوهرها به حد گلایه دارن. برای من تعجب است. همینجا همین نکته را باید اعلان بکنم. من نمیفهم که چطور وجدان دارد او خواهر شوهری که به اصطلاح تلاش میکنه خانه برادرش خراب کنه. همین امروز برای من یک پیام کرده بود یک کسی که خواهر شوهرم میگم من قسم خوردم تا به اصطلاح تو را از برادرم جدا نکنم اگر رعایت کنم. آخه به کدام مسیر روان هستیم؟ تا این اندازه فتنه‌گری، تا این اندازه دنبال سحر و جادو، تا این اندازه دنبال به اصطلاح چوف و کوف و دم، در حالی که قرآن میگه و من شر النفاسات فی العقد. این انسان ها از جمله شریرترین انسان ها، نمی جادوگرها و فالبینا و چوف و کوف